سلام، چطورین دوستان؟ با وضعیتی که من واسه خونه پیش آوردم مطمئنم که همین روزا دیگه از خونه میندازنم بیرون. سر پروژه اسکوتر بودیم که موتورش گرفت برخورد، بعد دیگه مجبور شدیم چون موتوری که خریدیم ظاهرا بهمون انداخت بریم سراغ گوکارتمون اینه، یه مینی گوکارت دریفت میشه. و یه خبر دیگه این که یه دونه جت اسکی اینجا هست. این جت اسکی شارژی بوده. ببینیم حالا ما میخوایم یه موتور 125 رو براش طراحی کنیم بذاریم روش که ببینیم آیا جواب میگیریم با پروانه و یه سری حرکت ها. بعد از اینکه گوکارت رو درستش کردیم هفته بعدی کلیپش رو میذارم براتون. کلیپ جت اسکی و هفته بعدی میذارم، شروع میکنم به کار کردنش. ولی امروز میخوایم کارهای گوکارت رو انجام بدیم، بریم که با هم ساختش رو ببینیم. یه چهارچرخ ما چون یه سری از وسایل شکسته بود گفتیم خودمون یه طرح دیگه ازش تا اینجا کارمون میشه یه همچین چیزی. بعد این قسمت ما شاسی اضافه کنیم، این هم میاد بالا برای فرمون به این صورت. فعلا هم که رینگ و لاستیک و جلوشو ندارم، نمیدونم باید چی کار کنم. از رینگ و لاستیک کارتین میخوام که فعلا هزینه ها جوابگو نیست، ولی خب یه کاریش میکنم. اینجا تا اینجای کار میشه. این من در صدد بودم که بتونم این فنر رو براش بذارم، ولی خب دیدم خیلی شلوغ میشه و بزرگتر میاد. چون میخواستم مینو گوکارت بچگونه باشه، گفتم دیگه یه جوری باشه که جمع و جور باشه.
ما چون گفتیم که میخوایم اینو گوکارتی که میسازیم کمک فنردار بشه، باید حالا اینو کوتاش کنیم که بتونیم کمک فنر بذاریم براش. وقتی کارو با گونی یا خط کشی کنی برش بزنی، بعد اینجوری در خود داره. محمد حسن اگر اعتقاد نمی کنی امتحان کن. چهار طرفشو تکان میزنیم که وا نره، وقتی که جوش میزنیم نکشه یه طرف دیگه. بعد کامل و چنو هم برش کنیم. مایس کنه بدیم خب ما اینو کوتاش کردیم، حالا هم فنر رو داریم، همین که کارمون کوتاه‌تر شد، فضایی داریم که جا بدیم اینو. این همون چیزیه که برشی زدیم، چون گوکارتمون مینی هستش واسه دریفت هستش، یه فنر گذاشتیم، یه فنر قوی و نرم که خیلی خوش نباشه گوکارتمون. هست میشه به این صورت اینجا تا اینجای کارمون شد. این و فنرم که اینجا وصل میشه یه میله میخوره همینجایی که تهشه، فنر اینجا میشه، بعد این برش میخوره تو زاویه هم که زاویه این 48، این هم 30. واسه زاویه اگه خواستیم بدون این میله هم 90 گرفتم. امروز مجبوریم تا همینجا کلیپ بدیم چون این انجن رو میخوام برا جتسی استفاده کنم. تا کلیپ دیگه از گوکارت فعلا خدا نگهدارتون.